برنامه این ساعته صحبتی روز فراگیر این موضوع می باشد. همصحبتی من هستند عالم دین حاجی حسین موسی زاده. چون صحبتی ما وابسته است به فرارسی عید سعید فطر، عید رمضان، میخواستم اوید این موضوع، اوید این مسئله معلومات های نخستین را برای بینندگان برنامه پیشنهاد میکرد. تشکر. محترم تماشاچیان عزیز، اولا السلام علیکم. البته توجیهان عزیز، روز پنجشنبه در تمام عالم عید سعید فطر تجلیل کرده می شود. اگر سالهای قبلی فرق میکرد، بعضا یک روز پیشتر یا یک روز بعد عید در یک دولت باشد، در کره زمین در چند جا دیگرگونی ها بود. لیکن امسال در تمام عالم روز پنجشنبه عید سعید فطر است. از نگاه دین دو عید هست، عید قربان و عید رمضان. عید قربان این نتیجه گیری از ادای مناسک حج است و عید رمضان باشد نتیجه گیری ماه مبارک رمضان است که ما با 2 رکعت نماز اون رو نتیجه گیری میکنیم، یعنی جنبست میکنیم، جنبستی روزه و تراویح و ختم و همه اون در روز عید با 2 رکعت نماز جنبست می شود. مردم در حق خلق و مملکت به درگاه خدا التجا میکنند، دعا میکنند. ان شاء الله امید داریم که این ایام عید به نیکی میگذرد. در ابتدا من تمام تماشابینان عزیز را با آمد عید سعید فطر مبارکباد میگویم. بله، در حقیقت بیننده های عزیز و ارجمند، طوری که از طریق واسطه اخبار مملکت شما هم آگاهی دارید درباره تجلیل عید سعید فطر در تاریخ 13 می سال روان قرار شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان هم به تصویب رسیده است. میخواستم گوید که در روز عید و شب عید کدام عملها رو باید هر یک فرد به سامان رساند، به اجرا رساند؟ البته معین کردن عید این وظیفه مؤسسه هایی که با اون مثلا احکام دینی مربوط است. مثلا در تمام عالم مفتی ها یا شورای علمای همان دولت که در آنجا مثلا مردم مسلمان زندگانی میکنند معین میکنند. اصلا ماه شریف رمضان یک ماه است، گاه 29 روز می بیاد، گاه 30 روز می بیاد. لیکن معین کردن روز عید و موافقی شریعت اصلا باید ماه را دیده بعد عید کنند. ماه را دیده روزه دارید، ماه نو را دیده باید عید کنند. اکنون که شب عید ماه نو را معین کردن می شود، لیکن باید با مردم رسانیدن مشکل است. برای همان علم فلک امروز یعنی استروفیزیک همه چیز رو معین کرده است. می‌دانند که مثلا طلوع آفتاب کی میشه، غروب آفتاب کی میشود، ماه نو کی تولید میشود، همه اون قبلا معین است. البته دین هم علم رو البته اعتراف میکند. غیر از اون از قدیم الایام در آسیای مرکزی یک حساب بود، حسابی احجزده بود. این با همان حرف ها حساب میکنن. حاکمی ماه هست، حاکمی سال هست، اونها را حساب کردن، روزی عید رو معین میکنن. شورای علمای جمهوری انا همین 2 منبع، یعنی یکم تقویمی که مثلا علم استروفیزیک معین کرده است و دوم حساب احجزده بودی قدیمه خودمو همه اون رو بررسی کرده. همین هفته در دوشنبه جلسه شورای علمای جمهوری برپا گردید و معین شد که روز پنجشنبه یعنی روز 13 ماه می تجلیل عید سعید فطر است. البته شما گفتید کدام کارها را کردن در کار است. ما یک ماه عبادتی که کردیم نتیجه گیری میکنیم. در این ماه چقدر مردم کاری خیر، کاری ثواب کردند. یعنی تا عید رمضان
باید مردم در ماه رمضان زکات خود را داده باشند یا که صدقه فطر خود را داده باشند. و کسانی که آنها فدیه میدهند، یعنی روزه داشتن نتوانستند و پیر هستند، پیرانسال هستند، یا آنها که بیماری بردوام دارند، آنها فدیه را به آن عائله های احتیاجمند می سپارند. اگر ادا نکرده باشند باید تا نماز عید، حتی وقتی که نماز عید به می روند، همان روز ادا آخرینش باید ادا کرده شود. شب عید باشد یک شب مبارک است. از قدیم الایام مردم ما عرف و عادتی هزار ساله ما، عنعنه های ملی ما چنان بود که در شب عید یکدیگر را مبارکبادی میکردند و یکدیگر حتی یک کاسه طعام هم میدادند، آش میدادند، دیگر میدادند که این خرسندی همان عائله می شود. غیر از اون شب عید شب دعای فاتحه میگویند، یعنی یک نشسته روح ارواح گذشتگان را یادآور شده در حق آنها دعا میکنند. و باز یک چیز دیگر رو تاکید کردنی هستم که محترم تماشابینان عزیز باید دانند که فاتحه خوانی است. این فاتحه خوانی اصلا عادت دینی نیست، عادت مردم است، عرف و عادت مردم است. خیلی کسانی که تا این وفات کرده اند به خانه آنها می روند، یک دعای فاتحه میکنند، یک دل برداری میکنند که اکنون خدا رحمت کند. و آدم که از عید گذشتن، وقتی مثلا معین بود، وقت گذشته رفت، اکنون آنها لباس های تازه میپوشند، یعنی لباس سفید پوشان میکنند، یعنی از با واسطه همین یک گذشتن عید از همان مصیبت آنها آزاد میشوند. خب ما میدانیم که در بسیار جاها این یک عرف خوب است. یک میروند خانه همون میت، در آنجا یک خراجات نیست، مثلا دستارخوان نمیکنند، یک طعام نمیپزند، فقط میروند دروازه مثلا در شهر خودشان، در ولایت، در همه شهر و ناحیه ها من شاهد هستم که یک کرسی ها میمانند یا کورپچه میمانند، میبیایند مردم میشینند و فاتحه کرده میروند، یک مشکلی ندارد. غیر از آن باید ما همان اهل میت را احترام کنیم، دلبرداری کنیم و در شب عید به دیگران هم یک تلفن کرده مبارکبادی کرده. اگر یک آدمانی که در همه محله احتیاجمند باشند، کم بضاعت باشند، اقلا از همه طعامشون برده دهند، دعاشون گیرند، بسیار کار خوب می شود. در صحبت گذشته‌مان ما درباره صدقه فطر و زکات مال گفتیم و فکر میکنم که در عرفه عید سعید فطر بار دیگر سر این موضوع، این مسئله، یعنی اندیشه شما را برای بینندگان منظور داشتن ما از منفعت خالی نخواهد بود. در ادامه میخواستم عید صدقه فطر و زکات مال میگفتید که بعضی ها میپرسند که همین را مثلا تا روز عید دادن ممکن است یا در روز عید هم دادن ممکن است؟ اکنون این زکات چیزی معین است، یعنی در یک سال یک مرتبه باید پول و مال خودش را حساب کند و زکات دهد. خیر اکنون عادت شده است که در ماه رمضان حساب میکنند، چون که برای معین شدن ماه رمضان که اومد مثلا همین چیز، همین مسئله برداشته می شود در بین مردم، زکات دادن، زکات حساب کردن. این کار خوب است که در ماه شریف رمضان زکات را ادا کردن. اگر زکاتش یعنی نصاب برسیده باشد، یعنی اون مقدار معینی که پول معین شده است، مثلا 25,000 سامانی پول داشته باشد، از همه سر می شود، هر هزارش به 25 سامانی و محتاجان یتیمان بیچارگان زکات می دهد. و بسیار آدمان درباره صدقه فطر میپرسند. درست است، صدقه فطر این برای هر یک نفر 6 سامانی است. بسیاری ها تا روز عید ادا میکنند، تا شب عید باید ادا کنند، لیکن دیر ماندگی باشد تا نماز عید ادا کردن ضرور است، یعنی بعد نماز عید باید نباشد. بعد نماز عید صدقه و خیرات و اون چیزها البته برای همان
مردم این هم یک یاردم به مردم است. یعنی آدمان دارا باید با آدمان کم بضاعت دست یاری دراز کنند. در همه مساجد توجیان عزیز یک کمیسیایی معین تشکیل شدگی است. خود زکات می آید، خود صدقه فطر می آید یا فدیه می آید، اون را با حجت درآمد می کنند و همه کمیسیا از روی خطی که به مسجد آمده است یا آدمانی که مراجعت کردند و داخلی روی خط شدند با آنها عادلانه تقسیم کرده می شود. خب در عرفه عید سعید فطر و در روز تجلیل عید رمضان خادمان دین چی مسئولیت برداشت دارند و کدام وظیفه ها را به اجرا می رسانند؟ وقتی که نماز عید می خوانند مردم به سوی مسجد می روند، غسل می کنند، تازه می شوند، لباس های خوشرو رو می پوشند، تازه و آزاده رفتن نماز می خوانند. برای این وظیفه خادمان دین تا وقت نماز باید تیاری باشد، یعنی مسجد ها تازه و آزاده باشد. تازه کردن مسجد البته هم وظیفه خادمان دین است، هم وظیفه همان اهل محله است. باید اطراف تازه باشد. هر کس با آمدن عید باید خانه و حوضه خودش تازه کند، کوچه خودش را تازه کند. خادمان دین مسجد ها را تازه کنند، تیاری بینند که آدمان زیاد می آید، آنها نمازشان را به مشکلی خوانند. دوم که روز عید، سحر عید، خادمان دین وظیفه مسئولیت زیاد دارند. پیش از نماز عید البته از همه مقامات محلی تبریکات می آید، آن را به مردم رسانیدن. غیر از آن تا نماز عید یک وقت معین است. مثلا نماز عید ساعت 6 خوانده می شود، نماز بامداد بر وقت خوانده می شود. بین نماز بامداد و بین نماز عید یک فاصله معین است، باید از همان درست استفاده برد. یعنی مردم وقتی که خادم دین امام خطیب به منبر می براید، مردم میگن که همین ملا چی میگفته باشد امروز، انا همان باید ملا جواب دهد. یعنی سخنش با حجت و با دلیل باشد. یک مسئله ها را گوید که به مردم منفعتش رسد. مثلا آسان بودن دین یک مشکلی ندارد. یعنی امام خطیب برای چی دین آسان است؟ دین هیچ وقت مشکلی نمی آورد. دین بغض و عداوت نیست، دین صداقت است. یعنی مردم رو باید نصیحت کند که مثلا از همه نعمت بزرگ ما گفتیم تن صحت خاطر جمع بوده است. این شکرانه تن صحت و خاطر جمع گفتن این واجب است. زیرا من اگر تن صحت خاطر جمع نباشد عبادت هم نبوده است. من سال گذشته که آدمان بیمار بودن، بیماری زیاد بود، نماز و روزه و حتی نماز عید قربان و عید رمضان و حج هم نشد. انا همین باید مردم درک کنند، خادمان دین و مردم شکرانه تنجی و آرامی را رسانند، کارهای خیر و ثواب رو به مردم بیان کنند که مثلا خب در ماه رمضان خیر و ثواب کردن و همین تمام نه اکنون، باز 11 ماه دیگر باید همون کارهای خیر و ثواب دوام کند. هم مردم میتوانند یک صدقه جاریه کنند، یعنی کوچه خودشان تعمیر کنند، یا که یک کوپرو راست کنند، یا آب نباشد جمع آمد مثلا حشر با طریق حشر مبلغ جمع کرده آب بیارند. البته این حکومت هم کرده ایستاده است. ما تشکر میگوییم. حاضر وقتی که به شهر خوجند میدرایید میبینید که یک شهری گل است، آزاده است، تازه است، آباد است. دیگر شهر ناحیه ها هم همین است. وقتی که دوشنبه می رویم میبینیم که در حقیقت دوشنبه یک شهری شده است که از شهرهای اروپا هم گذشته است. این باید ما قدر کنیم. البته با وجود این هر کس باید خانه و دری خودش را درست کند و کاری کند که یک کاری خیر و ثواب در دوام دیگر ماها هم باشد. یعنی یک
حشر کردن، مثلا یک مکتب بنا کردن یا یک بنگاه طبی بنا کردن یا یک راه درست کردن، یعنی مردم از آن منفعت میبرند. دومش اون که صدقه جاری است، دایم ثوابش رسیده می است. در ماه رمضان البته بسیار آدمان صاحب اخلاق نیکو شدند، از کارهای بد خودداری کردند، توبه و استغفار کردند. وای اکنون رمضان برآمد و همان دزدی و دروغگویی و اون چیزها باید از دیگر تکرار نشود. ما از رمضان برآمدیم، باید همان تاثیر رمضان در آداب و اخلاق ما، در حلال کاری مردم، در دور بودن از غیبت و از حسد و از فتنه و از هر خیل کارهایی که به ضرر جامعه ما هست خودداری کنند، خوب می شود. انا همین چیزها رو باید خادمان دین از منبر مسجد استاده و مردم بیان کنند که دین اسلام دینی نصیحت است، دینی سیاسی نیست، دینی که مثلا به مردم فتنه می آورد، این خیلی نیست. دین از اکستریمیسم، تروریسم دور است. دین تربیه فرزند است. دین احترامی پدر و مادر، آداب و اخلاق است. این چیز رو باید به مردم فهمانند. یعنی تو همان نماز عید باید تیاری بینند خادمان دین. من با آنها مراجعت میکنم. خب در عرفه عید سید فطر، در روز عید رمضان، عادت است که مردم به زیارت، به عبادت یکدیگر میروند و همین گونه یک عنعنه است با نام عیدگردک. همین عیدگردک به اندیشه شما یک ترتیب معین خود را دارد؟ طاهر جان عزیز، عیدگردک اصلا ما نگاه کنیم در بعضی جاها هست. مثلا در شهر خوجند، در ولایت ما خیلی کم دیده می شود عیدگردک. در بعضی ناحیه ها اگر باشد، لیکن در بعضی ناحیه های جمهوری ما دیده می شود عیدگردک که همان بچه ها برای مبارکبادی به خانه یکدیگر می روند. البته این کار خوب نیست اصلا. مثلا از نگاه دین یگان تعلیم در این مسئله نیست، لیکن همه عادت شده است. باید همان چیز رو پیشگیری کرد. وقتی که عیدگردک میکنن، برای عیدگردک حتی آدمان کلام به خانه می رفتن سالهای گذشته، همان روز عید که نزدیک شد نرخ بالا می رفت، چون دستارخوان کرده می ماندن. چیزهای قیمت بها، همه چیز مثلا بالای دستارخوان مونده. اسراف بیهوده زیاد بود. غیر از اون هر خیلی طعام ها پخته می ماندن، میوه های زیاد بالای دستارخوان می ماندن، شیرینی های زیاد، تورت ها رو می ماندن و هیچ کس نمی خورد. می آمدن مردم مثلا نشسته یک دعا می کنند و نیم کاسه شوربا خورد، می خورد نخورد، دیگر همه همان غریب اسراف می شد. خیر اکنون امروز ما خادمان جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم ها هست. باید مردم ما با آن عمل کنند. در آنجا هم اشاره شده است و هر سال کمیته آید به کارهای دین و تنظیم عنعنه و جشن مراسم ها توصیه خود را به مردم میفرستد. شورای علمای جمهوری توصیه میکند و در مسجدها این چیز ترغیب کرده می شود که همین کار را نکنید. اولا روز عید خانه به خانه گشتن این کار خوب نیست. دیدن یا دیگر تلفن است مبارکبادی کنن کفایه است. دستارخوان مثلا با دبدبه کردن شرط نیست. خیلی جاهایی که همون عادت هستن آنها از همون دست کشیده نمیتوانند، خیلی چیزهای عادی رو مانند بالای دستارخوان شما کفایه است. یعنی اسرافکاری، خدای تبارک و تعالی در چندین آیات ها میگوید که خدا از اسرافکاران بیزار است. خدا اسرافکاران رو دوست نمیدارد. خصوصا در این ایام عید رمضان یا آینده عید قربان باید ما کاری نکنیم که به جای ثواب گناه گیریم، به جای کار خیر کاری اسرافکاری کنیم. یعنی افضلش مثلا در بعد نماز عید رفته مثلا پدر و مادرشون اگر در حیات باشن زیارت کنند، اگر دور باشن با تلفن مبارکبادی کنند، گویند که پدر من در دور هستم، شما رو تبریک میکنم، انشاءالله به خدمت شما میروم. بیمارها باشن رفته یک بیمار بینی کنن نقص. یک عادت بد هست که مردم
در وقت نماز به جای اون که نماز خوانند سر قبرستان میروند. این بسیار کار خطا است. سر قبرستان رفته دعای فاتحه کردن شرط نیست که همون سحر عید باشد. از عید یک روز پیش شدنش ممکن روند. 365 روز دیگر مرحمت، 364 روز دیگر، چون 2 روز عید قربان عید رمضان قبرستان رفتن ضرورت ندارد. بعد عید روند مثلا رفته زیارت کرده قبرستان ها را تازه کرده یک خبر گیرن، البته کار خوب می شود. لیکن روز عید البته باید ما جنبستی ماه شریف رمضان و جنبست حج رو در عید قربان و عید رمضان و یک دعای فاتحه در حق خلق و مملکت دعا کنیم. در این روزها ماه رمضان که با آخر رسیده ایستادن، اون تقوایی که در دل ما پیدا شده است باید همین در 11 ماه دیگر باشد. خصوصا صبر و قناعت، همین داشتنی روزه آدم رو با صبر و با قناعت میکند، با تحمل میکند. باید ما با صبر و با تحمل باشیم. باید دیگر مهر و محبت کنیم. از دست ما آید با که یک آدم نیکی کنیم، از دست ما نآید اقلا از کار بد و از ضرر مردم خودداری کنیم. البته این کارهای ثواب زیاد است، کارهای خیر زیاد است. هر کس میتواند به قدر امکانات خود یک کار خیر، کار ثواب بکند، یک جا را آباد کند، یک درخت شناند، همان محله مثلا یک کار جمعیتی باشد برآمده، یک کاری مثلا یک آبادی هست، یک یاردن به همان محتاج و بیچارگان است، یا یک جا آفت زده است دست یاری دراز کردن است. انا همان چیزها رو باید ما همه وقت در مد اول گذاریم. مردم باید متحد باشند، عزت و احترام یکدیگر را به جا آورند، وطن را دوست دارند. و بینید حاضر چقدر کارها در آن جایی که کمتر در سرحدها ضرر شد همه رفته خبر گرفته ایستاده‌اند. این هم یک کار خیلی کار ثواب است. همه خانه هاشان ضرر دیدگی ها به دست یاری دراز کنند باز بهتر می شود. یا کسانی که در این ناآرامی 2-3 روزه ضرر جسمانی دیدن یا بعضا وفات کردن، آنها را یادآوری کرده، در حقشان دعا کرده، پدر و مادر آنها را دلبرداری کردن کاری خیر، کاری ثواب است. یعنی باید این کار در همین عرفه عید، بعد عید، در دوام سال این کارهای خیر بر دوام باشد. ما در عرفه عید سید فطر قرار داریم و صحبتی ما هم فراگیر این موضوع بود. باز کدام مسئله های هستند که جمله شما میخواستید برای بینندگان برنامه ما تاکید سازید تا اون که آن را بجا آورده باشند در عرفه و روز عید سید فطر؟ طارق جان عزیز، در اطراف عید مسئله های زیاد است. خواندن نماز، ادا کردن صدقه فطر و زکات و فدیه و دیگر چیزها ما گفته گذاشتیم، ما در برنامه های گذشته هم گفتیم، لیکن تکرار آن ضرر ندارد. باید مردم تا نماز عید باید زکات و صدقه فطر و فدیه خود را ادا کنند. اون کسانی که روزه داشتند ثواب گرفتند، کسانی که عذر داشتند روزه داشتن نتوانستند اونها خجالت نباشند، زیرا شریعت یک دین مبارک است که عذر مردم را قبول میکند. به کدام سبب ها؟ با سبب پیرانسالی است، با سبب بیماری است، اونها باید خجالت نباشند. بعضی ها میپرسند که ما روزه داشتن نتوانستیم نماز برویم میشود؟ البته میشود، برای چی نمیشود؟ اینم یعنی یا بعضی ها میپرسند که ما زکات ادا کردن نتوانستیم بعد این زکات ادا کنیم میشود؟ و هم میشود. یعنی لیکن صدقه فطر باید تا نماز ادا کرده شود. پگاه عید بسیار آدمان به مسجد ها میروند. اصلا اگر نزدیک باشد پای پیاده رفتن بهتر است، هم ثواب زیاد است، هم دومش همه با ماشین مثلا اطراف مسجد ها بروند جای نمیماند.
ازدحام ماشین ها زیاد می شود. یک مشکلی به میاد. بله مشکلی می آید. برای همان حرکت کرده علاجش باشد و همون مسجد های نزدیک پیاده روند، پیش از برآمدن یک غسل کرده تازه شده لباس های تازه رو پوشیده با آواز پست تکبیر گفته یک نیت های نیک کرده که من همین نماز به رفت ایستاده‌ام، پروردگار دعای من مستجاب کن، وطنمان رو تنج و آرام کن. ما وقتی که نماز رو میخوانیم این نماز ساعتی 6 پگاهی چنانه که شورای علما معین کردن ساعت 6 پگاهی در تمام جمهوری خوانده می شود. یعنی مردم باید نگویند که ساعت 6 می رویم و بعد 6 علاقه دیر می شود و وقتی که به مسجد می روند هر یک جای نماز برای با خوبتر است، زیرا تمام مردم به جای نماز تیار کردن مشکل است. آدمان زیاد که می آیند خب مسجد ها هست، لیکن با وجود این خودش با اعلای جای نماز و نمازش می خواند و باز به خانه خود برمیگرداند. و خصوصا ما تاکید میکنیم که همان آدمانی که به مسجد می آیند ماشین هاشون در جای معین مانند، راه بند نکنند. بسیار مسجد ها در راه هستند و ماشینشون میمانند و نماز رو می‌درآیند، گذشتن دیگر ماشین ها به خلل وارد میکنند. این کاری خوب نیست، کاری ثواب میکنن. گفته این کاری گناه کردن در کار نیست، راه مردم بستن در کار نیست. یعنی کاری کردن در کار است که مردم راهش گشاده باشد، ماشین ها در جای معین باشد. امام خطیبان همان پگاهی چون گفتیم یسروا ولا تعسروا، مردم را نصیحت کنند، نماز را این طولانی کرده نخوانند، آسان کرده کوتاه کرده خوانند، مردم جواب دهند. خصوصا در آخر تاکید میکنند که باید ملال قوم نباشد. در آخر من از خادمان دین بپرسم که در همان روز وقتی که دعا میکنند اول تنی صحت و خاطر جمع مردم پرسند، در حق پیشوای ملت دعا کنند. ببینید پیشوای ملت این خدمتی که به مردم کرده ایستاده‌اند یگان کس نکرده است. خصوصا در همین ماه مبارک رمضان وقتی که ما رهبر دولت رو دعا میکنیم، ما خلق رو دعا میکنیم. امروز ما دعا میکنیم که از عید گذشته تا این کسانی که از دنیا گذشتن روحشان شاد باشد، عبادت های مردم را خدا به درگاهش قبول فرماید، تاجیکستان ما تحت رهبری پیشوای ملت دائم آباد باشد، تا سالهای آینده خدا تبارک و تعالی وطنمان را در پناه اسمتش نگه دارد. تمام تماشابینان عزیز خاندانشان آباد باشد. در آخر باز یک بار دیگر من تمام شما تماشابینان عزیز را با آمدی عید سعید فطر مبارکباد میگویم. عید مبارک باشد. بیننده های عزیز و ارجمند، این بود صحبت ما که به فرارسی عید سعید فطر بخشیده شد. میخواستم با هم صحبت خویش اولی میدین حاجی حسین موسی زاده حساری سپاس نمایم برای اشتراکشان در برنامه این ساعته. و بیننده های عزیز و ارجمند، باری دیگر همه شما را با فرارسی عید رمضان، عید سعید فطر تبریک و تهنیت میگوییم. خیر، صحتمند و سربلند باشید. تا دیدار.